به بچه های سوگند خوبی؟ خب بچه ها خیلی آموزش شلاقی گذاشتن و خیلی هم ویو خورده. خب به خاطر همین اومدم یه دونه ویدیو شلاقی بگیرم، مثلا شلاقی هم بگیر نگیر دارم، مثلا این چجوری دارم میزنم. خب آقا ببینید برای شلاقی زدن خب به 3 تا کار نیاز داریم. اول به 3 تا دکمه نیاز داریم. اول دکمه نشستن یا لیز خوردن، حالا دوم دکمه پریدن، سوم دکمه تیر یا نایف زدن، چهارم دکمه سویچ گان دومتون. حتما باید رو این گان دومه بذارید. خب بعد برای اینکه شما بتونید یک شلاقی تمیز بذارید فعلا نیاز نیست لیز بخورید، فعلا همینجوری وایساده برای خودتون تمرین کنید. چه لافه‌ای دارید؟ اون نده ببخشید. ببینید اینجا میپرید دکمه تیر بعد دکمه سویچ سری بعد این کار رو که میکنید بعد زاویه پا نگاه کنید تا این وسط، اینجا این وسط، همون وسط دکمه نایف رو میزنید سویچ کن. نگاه کن این نفت این نایفی داره آورمونه خلاص میباره خاک سرم آجی ریدم بابا من تو موومنت بهتر میدم. حالا شما تو موومنت اینجوری دیدید این آموزش فعلا جزئیه. بعضی ها مثلا میان روی اینجا روی ارتفاع میان شلاقی میزنن، ولی من چون فعلا من در هر دو صورت میتونم بزنم، ولی اینو یه ذره سخته، ولی این خیلی سخته ولی من اینو بیشتر میتونم. حالا اینم یه تست بزنیم. دیدید نمیتونم بزنم. دیدید دیدید اینجا میشه شلاقی زدن. حالا مثلا شلاقی مثلا با تیر زدن هم میشه خوشگلی، خیلی خوشگلی شد. تو رو خدا زنم اکسد کانتر نمید اینجا میزنه. این شده آموزش من سب کن بایسته داره بجی من نمیشده بایی خیلی زود تموم کردم بشه. این بچه این HS خیلی خوبه. بعد ببین مثلا روش اینقدر مثلا همین HS در صورت عادی وان شده. حالا 3 تا پرک لجند بندازیم ببین چجوری میزنه. الان برای اینکه آبروی ما رو ببره همش رو 2 ساعت میکنه. ببینید همش وان شده باشه. به پا هم وان شات هست. نگاه کن نمیخوره. نه به پا زیاد سعی کنید برای HS زدن به این ناحیه بدن بزنید، اینجا وسط. حالا مثلا اینجا هم زدید اوکیه، ولی هید مثلا بیشتر اعتیرات ریجستر نمیشه، ولی بدن بهترین جا برای وانشات کردن. بزن بیاین حالا به این امانه انجام بدیم. هیچ 500 تا دمید 300 تا
200. کل آرمار یک پلیر از 250 تا بیشتر نمیتونه باشه. داره 300 دمیج میده. 200 300 اصلا امکان نداره از این فاصله تو 2 شات کنی. حالا میگیم به خاطر پرکل لجند درست، ولی نه، پرکل لجند همچین هم تاثیر نداره. 240 تا 280 تا 288 دیدید؟ همون 250 تا به بالا تره. حالا برید این ارتش رو بهتون بدم. حالا تو این ارتش رو اولین گذاشتم. این بود از آموزش شلاقی. بعد بچه شلاقی باید تکرار کنید، تمرین کنید. که تمرین برید برای خودتون شلاقی تمرین کنید. دیدید؟ شما رو قدر بازگار میشمارم؟ نه یه دقیقه صبر کنید بچه ها. این اسموک لجنده رو خودم ارکام ریخته. این اسموک لجنده رو سر اولی گرفتم. نگاه کنید چه خوشگله. یه دونه بندازیم. خب ما بریم یه دست اتشو بدیم. ویدیو چند دقیقه شده؟ آجی خیلی من زود ویدیو شلاقه تموم کردم. 6 دقیقه اوکی ویدیو. آجی ولی خب 6 دقیقه خیلی کمه. ولی خب حالا برای اینکه وقت زیبای شما هدر نرود 6 دقیقه اوکی. اتش اگه پلات داشتین حتما بهتون توصیه میکنم بذارید. خب شما رو به خدای بزرگوار میسپارم. این چیه؟ اوه خب شما رو به خدای بزرگوار میسپارم تا ویدیوهای دیگر. دنس بزن. کنه بودم رفتم به نت پسر خالام وصل شدم. خب اونم دنس. بله خداحافظ.